فقط دوستان چند تاتون بگین که واقعا چی یاد گرفتین از این بازی؟ اصلا به نظرتون من فهمیدم شونه با چونه فرق داره. میدونی من یه موضوعی که متوجه شدم در رابطه با این بود که من خودم تو بازی که انجام میدادم نتیجه گراییه بود، فقط به نتیجه فکر میکردم. همین نتیجه گراییه باعث شده بود اون چیزی که شما میگفتی تمرکز روش نداشته باشم و فقط اون نتیجه رو به دست بیارم و باختم اومدم بیرون. من دو تا چیز یاد گرفتم که جسور بودن. بازی که شروع شد گفتم من میرم جزو نفرات پایانی و قهرمان میشم، اما چشمی دارم یاد گرفتم چون فهمیدم که تو گاهی اوقات خوبی ولی لیدرت میگه که نه دیگه آقا اون چیزی که باید باشی مثبتش رو دارم میگه. من الکی بیرونش نه مثبتش رو دارم میگم. تو گاهی اوقات حس میکنی تو درست انجام دادی اما لیدرت میگه که نه اشتباه کردی، بعد بهتر باشی. جمعش کردم دیده. اینم شده اینو اون ویدیوها دوباره داره همینجوری میگه خیلی بد اخلاقه. نه لیدرم خوش اخلاق ترین لیدر دنیاست انصافا. مجبوری اینجا دست و دل باز ترین لیدر دنیاست. مجبوری اینو بگی داداش. لیدرم خیلی خفنه. خب خدمتتون عرضم که اول اینکه من برنده شدم بازی و سه تا بازی رو، دو تا بازی رو البته، و اینکه چیزی که خیلی واسه من مهم بود و یاد گرفتم فکر نکردم به نتیجه بود. واقعا من واقعا نمیخواستم شیشه فکر نمیکردم به پوله. این فقط سعی می‌کردم کاری که بهم سپردن درست انجام بدم تو لحظه. بعد چون تمرکزم رو کار خودم بود به بغلی نگاه نمی‌کردم، بقیه نگاه نمی‌کردم، کاری که باید انجام بدم به نظرم بزرگترین دلیلش بخاطر همین داستان بود. و دقیقاً بچه‌ام خیلیشون اشاره کردم استرسه به نظر من یکی از بزرگترین عواملی که خیلی وقتا تو لحظه ممکنه شکست بخوره سرمون دوستان، ولی بازی خیلی قشنگی بود. من خودم خیلی حال کردم. دمتون گرم. مرسی. من مهدی یوسفیان هستم، برنده شدم تو این بازی. چیزی که باعث شد برنده شم یکی این بود که تاپ لیدر پژمان قبل از اینکه بازی شروع بشه برای ما تحلیل کرد، بازش کرد برامون. من ارتباط این قضیه رو پیدا کردم و فقط به همون ارتباط فکر کردم. نه استرس داشتم نه نگران این بودم که میبازم یا میبرم. قرار بود بازی بکنم. مثلا نتورک هم دقیقاً این بازیه. ما کارمون زندگیمون همش بازیه. توی بازی فقط داشتم توی اون عملکردی که بهش، اون ارتباطی که بهش پی برده بودم داشتم فکر می‌کردم. فقط اون داشتم انجامش میدادم. نه صدای بیرون میشنیدم نه هیچی. فقط اون رابطه بین صحبتایی که بین بازیکن‌ها داشت برقرار میشد دقت کردم. اون باعث شد که ببرم. پویا حسن‌زاده هستم، یکی از برنده‌ها. من دلیل برنده شدنم بیشتر جو و انرژی که همگروهیام داشتم بود. یعنی اصلا اون ابتدا حس و حال مثبت و جو و انرژی که مخصوصا کاپیتانمون آقای رحمانزاده داشت باعث شد که برم مرحله بعد و تو مرحله بعد من آخرین نفر اضافه شدم و اصلا تمرین خاصی هم نداشتم واقعا. ولی اون تمرکزه این که به دور و بریش توجه نداشته باشم شاید دلیل برنده شدن بود. مرسی از تاپ لیدر ناصری که همچین بازی طراحی کردن. ممنون. تو هیچ کدوم این بازی ها ناخودآگاه نمیتونست تاثیرگذار باشه. فقط و فقط با خودآگاه، اینکه در لحظه تو شیشتون یه حواست جمع باشه میتونستی ببری. خب حالا فکر کن این بازی‌های به این سختی رو شما خیلیاتون انجام دادید، برنده شدید، رفتید مرحله بعد، ولی خیلی‌ها توی کار دقیقاً سر همینا گیر میکنن و به نظر من دلیل اینکه ما بازی رو راحت‌تر انجام میدیم حتی اگه سخت باشه به خاطر اینه که به چشم بازی میبینیمش و داریم مثلا به چشم یه بازی سرگرمی لذت میبریم ازش، میگیم میخندیم، یعنی حالت تفریحی داریم برگزارش میکنیم و حال میکنیم و انجامش میدیم. به خاطر همینه من بهتون میگم که وقتی که اگه شما عاشق نتورک باشید، لذت ببرید از نتورک کار کردنتون، خیلی با کیفیت تر انجامش میدید، چون با خودآگاهتون انجامش میدید نه با ناخودآگاهتون. این بازی ها مهمترین عاملش اینه که اگر ما خیلی تکرارش بکنیم خودآگاه ما رو تقویت میکنه، در لحظه بودن ما رو تقویت میکنه، چون یه لحظه حواست داره تموم شده، بازی رو از دست دادی. هر کدوم این بازی ها رو فرق نمیکنه چه یک چه دو چه سه. خب پس فایده ای انجام دادن این بازی ها تقویت کردن خودآگاهتونه. هرچی بیشتر تو لحظه باشید، هرچی حواستون جمع باشه، وقتی یکی رو میخواید پرزنت کنید، وقتی یکی رو میخواید فالو کنید، وقتی یکی از بچه‌هاتون حالش خوب نیست، تو مخی داره هرچی و هر چقدر شما خودآگاه تر باشید خیلی سریعتر همه مسائل رو جمع میکنید و پیگیری میکنید و انجام میدید و رسیدگی میکنید و رشد میکنید. به نظرم حالا همه یه چیزایی که گفتید درست بود و این چیزی هم که من گفتم یکی از در واقع نتایج این بازی بود.
من کنار این ساحل که هستم خورشید خیلی اینجا زیباست و داشتم به این موضوع فکر میکردم که چقدر خورشید داره بی‌منت خوبی میکنه، داره لطف میکنه و به همه چیز داره میتابه و هر کدوم از اونها این نور رو میگیرن و یه چیزی میشن. یکی گل میشه، یکی نمیدونم درخت میشه که میوه میده، یکی مثل دریا بخار میشه تبدیل به بارون میشه و هر کسی از خورشید انرژی که میگیره به یه چیزی تبدیل میکنه و ما نباید انتظار داشته باشیم که هر کاری که در حق دیگران میکنیم همه بخواد یک نتیجه خاصی رو بده. هر کس به اندازه خودش و به استعداد خودش از اون کاری که ما داریم انجام میدیم بهره میبره و توی نتورک هم همینطوره. بیایم بی‌منت باشیم توی نتورک، بی‌منت بخوایم افراد رو رشد بدیم، برای همه بخوایم، برای همه یکسان بتابیم. هر کسی به اندازه قدرت و استعداد خودش از کاری که ما براش میکنیم سود میبره، استفاده میبره. و خورشید چقدر نزدیک به مادره و یک مادر هم مثل خورشید جون میده، زندگی میده و من خودم که وارد کار شدم به عنوان یک مادر وارد کار شدم، مادر که برای حمایت از فرزندم، شاید اوایل کار اینطور بود که به خاطر حمایت از فرزندم اومدم شروع به کار کردم و توی سیستم هم جالبه که بچهای سیستم هم به من میگن مادر سیستمی ما، در واقع میگن مادر پولدار ما و این برای من افتخاره که هم برای بچهای خودم مادرم، هم برای بچهای سازمانم مادرم و برای من هیچ فرقی نمیکنه و واقعا رشد و ترقی بچهای سازمانم به اندازه رشد و ترقی بچهای خودم برای من اهمیت داره و خیلی خوشحالم که توی این سازمان دارم کار میکنم و این حس مادرانه‌ای که دارم واقعا اینجا تبدیل به هزاران بچه شده و بسیار زندگی زیبا و پرمعنایی پیدا کردیم. یه موضوعی که وجود داره اینه که توی هر لولی آدم باید مسائل جدیدی رو یاد بگیره، باید از ابعاد جدیدتری بتونه به موضوعات مختلفی که توی روند کاری وجود داره نگاه بکنه، یاد بگیره که با سازمانش برای گسترش سازمانش چه شکلی باید رفتار بکنه و چه کارهایی باید انجام بده. شاید یکی از بهترین جاهایی که آدم میتونه از لیدرهایی که این مسیر رو رفتن، تجربه کردن، از راهنمایی هاشون استفاده بکنه، توی جلساتشون بشینه. جلسات لیدرشیپی هستش که توی فضاهای کمپ برگزار میشه. یه دونه از این جلسات خفن رو همین الان داشتیم، تاپ لیدرهای بسیار خفنی داشتن صحبت میکردن، تجربیاتشون رو انتقال میدادن و اینها دقیقا همون چیزی هستش که ما نیاز داریم برای ادامه مسیر نتورکمون. میدونید دلیل این که باید خودتو به جلسه‌های لیدرشپ برسونی چیه؟ به خاطر اینه که تو مثل گل میمونی و لیدرت مثل یک سفالگر شروع میکنه تمام اون نقش و نگارهایی که برای موفقیت تو لازمه توی جلسه های لیدرشپ بهت انتقال میده و تو این فرصت رو داری که از همه اونها استفاده کنی که موفقیتت کاملا ثبت بشه. لیدرها توی جلسه های لیدرشپ نکته هایی رو میگن که هیچ جایی بیان نمیشه، توی هیچ کتابی نیست. پس تمام تلاشت رو بکن به جلسه های لیدرشپ برسی که بتونی سند موفقیت خودت رو صادر کنی. داستان موفقیت طی کردن یک مسیره، مسیر پرپیچ و خم، مسیری که موانعی داره، شبیه مسیر یک کوهنورد، شبیه کسی که میخواد یک قله بزرگ رو فتح بکنه. خب این کوهنورد در طی مسیرش موانع مختلفی و فشارهای مختلفی رو میگذرونه.
اتفاقات مختلفی واسش میفته، ولی اون همچنان به راهش ادامه میده و ادامه میده، طی میکنه و طی میکنه. همیشه چشمش به اون چشمانداز و ویژنیه که داره و همش داره پیش میره و پیش میره، هی بیشتر و بیشتر و بیشتر. امروز یک کمپی تشکیل شده برای افرادی که به رنگ الماس رسیدن، افرادی که اومدن یک مسیر رو طی کردن و طی کردن تا به این نقطه برسن. صحبت امروز هم با توه، فردی که هنوز به رنگ الماس نرسیدی، زمرد، یاقوت، مروارید یا هر رنگ دیگه ای هستی. یک مسیر داری، یک مسیری که توش قرار زندگی عوض شه، کلی اتفاقات فوق‌العاده واسط بیفته و قطعاً این مسیر بدون هیچ چالش و بدون هیچ زحمتی نخواهد بود. ولی تو باید یاد بگیری، ولی تو باید قوی‌تر بشی، هی بخوای رشد کنی و از اون فشارها فرار نکنی. دقیقاً همینه که تو رو تبدیل به الماس میکنه. باز هم تکرار میکنم، هر الماسی اول یک زغال سنگ معمولی و بی‌ارزش بوده. یک زغال سنگی که اول هیچ توجهی بهش نمی‌شده، اما با تحمل اون فشارهاست که تبدیل به یک سنگ فوق‌العاده ارزشمند شده که خیلی‌ها میخوان بهش برسن. توی بیزینسمن، تویی که خواهان موفقیت هستی، من مطمئنم که میتونی این مسیر رو فتح بکنی، میتونی این قله رو فتح بکنی، قدم به قدم طیش بکنی تا بخوای تو کمپ بعدی، تو جمع بعدی و جلسات بعدی همراه ما باشی. 3 روز کنار هم بودیم، کلی مطالب مفید برای این رده ترین شد، آموزش داده شد. هر چیزی که حالا از لحاظ ذهنی، تکنیکی، مهارتی، آموزشی بچه‌ها نیاز داشتن برای اینکه بتونن برن مراحل بعدی، بتونن رده بعدی رو کسب بکنن، توی این کمپ راجبش صحبت شد، سوالای بچه‌ها پاسخ داده شد و به نظر من یکی از کامل ترین کمپ هایی بود که توی رده الماس‌ها برگزار شد، مخصوصا با حضور لیدر اوروجیان که مثل همیشه کنار ما هستن. هر جا که واقعا بودن با حضورشون هم باعث دلگرمی بودن، هم کلی رشد ایجاد کردن. توی این کمپ هم ما از حضورشون استفاده کردیم، کلی خود من کلی مثل همیشه یاد گرفتم و ازشون تشکر میکنم که توی این کمپ کنار ما بودن. و این کمپ امیدوارم که باعث یک برخاستنی توی بچه ها بشه، به خاطر اینکه اون خواستنی واقعا خواستنه که باعث یه برخاستن بشه و بچه ها تصمیم بگیرن که واقعا چی میخوان و در مسیر هدفهاشون بدونن چه بهایی باید پرداخت بکنن، چه کارهایی باید انجام بدن، چه تلاشهاشون باید به چه سمتی بره و چه چیزهایی رو میخوان واقعا به دست بیارن و واقعا براش بجنگن. چون هیچ چیز بزرگی، هیچ رده‌ای، هیچ جایگاهی، هیچ امتیازی در واقع بدون پرداخت بها، بدون تلاش به دست نیومده و همه ما اینو میدونیم و میدونیم که برای اینکه بتونیم بریم مرحله بعد، رده بعد رو کسب کنیم، جایگاه بالاتری داشته باشیم، باید تلاش کنیم، باید بهاشو بپردازیم، باید تغییر کنیم و باید واقعا تو اون مسیر قدم برداریم و میدونیم که در نهایت اگه این کار رو انجام بدیم به همه اون چیزهایی که لازمه برسیم میرسیم. همین کمپ بعدی توی پاییز روی رده الماس آبی برگزار میشه و امیدوارم که تک تک این عزیزان، تک تک این الماس‌های خفنی که توی این کمپ حضور داشتن رو توی کمپ الماس آبی‌ها ببینم. دوستتون دارم عاشقانه، کنارتون هستم تا با هم بهترینا رو بسازیم.